داملای محترم، شخصی که پیغمبرمان را در خواب ببیند این ممکن است؟ بله برادر عزیز، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خواب دیدن ممکن است. اکثر از بزرگای دین، حتی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، حضرت امام بخاری و دیگر از بزرگای هستند که یعنی روایت کردند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم را در خواب دیدند. دیدن جناب پیغمبر در خواب ممکن است، این درست است. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت گفتند که من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظه ولا یتمثل الشیطان بی. این حدیث حضرت ابو هریره روایت کرده است، حدیث بخاری و مسلم است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم هر انسانی که من در خوابش دید همچنانی هست که در بیداریش دیده است، چون که شیطان خودش به مثل من کرده نمیتونه. یعنی اگر هر شخصیتی که جناب پیغمبر در خوابش دید اما صورت اصلی پیغمبر دیدگی است. همه انسان به یک صورت به یک نوع یعنی پیغمبر بزرگوار میبینند. دیدن پیغمبر در خواب ممکن است، هر انسانی که دیده باشه خوشا به حالش، یعنی که این درست و ممکن است. خب السلام علیکم داملای محترم، درباره اخلاق اسلامی کسی میگه که امروز چقدر بد اخلاقی ها زیاد شده اند. اخلاق اسلامی برادران عزیز این یک چیز خیلی ضرور لازمی هست برای شخصیت من و شما مسلمان ها. رب العالمین وقتی پیغمبر بزرگوار ما را در قرآن وصف میکنه میفرمایند که و اینک لعلی خلق عظیم، ای محمد صلی الله علیه و سلم تو دارای اخلاق بزرگ هستی، تو یک اخلاق خیلی خوب بزرگی داری. از که عایشه مادر میپرسیدن جناب پیغمبر چی اخلاق داره؟ اخلاق پیغمبر چیست که خداوند در قرآن وصف کرده است؟ از که عایشه مادر میگفتن که اخلاق پیغمبر سراسر قرآن است. پیغمبر بزرگوار یگان قدم از گفته قرآن بیرون نمیگذاره، یعنی اخلاق قرآنی داره، حیات حقیقی و واقعی داره. به این خاطر برای من و شما مسلمان ها هم ضرور لازم است که اخلاق اسلامی داشته باشیم. پیغمبر بزرگوار در روایتی گفتن که انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. گفتن مقصد از مبعوث پیغمبر شدن من، مقصد از بعثت من این است که خوش اخلاقی را در جامعه برپا کنم، یعنی بد اخلاقی را، بد کرداری و بد رفتاری از جامعه دور بگردانم. پیغمبر بزرگوار گفتن در روایتی گفتن از همه نزدیکترین شما، از همه دوست داشته ترین شما در نزد من، جناب پیغمبر گفتن انسانی هست که اخلاق خوب دارد. حتی در روایت گفتن که مؤمن از روی خوش اخلاقیش به درجه و مقام شخصیت های میرسه که روز تا بگه روزدار هستند، شب تا سحر عبادت میکنن. یعنی انسان خوش اخلاق در نزد خداوند چنین درجه و مقام دارد، چنین یعنی قرب دارد، چنین حرمت عزت دارد. حتی در روایت جناب پیغمبر گفتن که از همه وزین ترین ثواب در روز قیامت ثواب خوش اخلاقی است. انسان خوش اخلاق است، یعنی ترازوی وزن عملهای ثواب او در قیامت خیلی گران و بهتر است. و از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم پرسیدند که از همه عملی که زیادتر سبب میشه که مردم داخل جنت میشوند چی هست؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که یکمش خوش اخلاقی، دویمش تقوا، خدا ترسی و پرهیزگاری. و این خاطر برای من و شما برادران عزیز بزرگوار ضرور لازم است که یعنی خوش اخلاقی داشته باشیم.